مراحل واکنشی فرد خاطی در خیانت. کمرنگ شدن روابط عاطفی. با توجه به یکی یا چند تا از عوامل مذکور در علل خیانت، به تدریج روابط گرم گذشته رنگ باخته و آثار بی‌تفاوتی عاطفی بین زوجین به جریان می‌افتد. علی‌رغم کتمان هر دو طرف از کاهش محسوس در عشق و علاقه سابق، این بی‌تفاوتی‌ها به تدریج مانند موریانه از درون شروع به خوردن عناصر عشق و محبت بین طرفین نموده و شکاف عاطفی موجود در واقع خشت اول فاصله جسمی و جنسی آنان می‌گردد و این جریان آنچنان نامحسوس و سرطانگونه پیش می‌رود که تا مدت‌ها هیچ کدام از طرفین متوجه تخریب آن نمی‌شوند. اختلال در روابط دو طرفه. نامحسوس بودن شکاف عاطفی و خاصیت فرسایشی آن تا آنجا پیش می رود که به تدریج تأثیر خود را در روابط روزمره و رفتارهای عینی طرفین ظاهر ساخته و رنجش، دلزدگی و حتی نفرت بین آنها خودنمایی می کند. با فرو ریختن دیوار صمیمیت به تدریج بهانه‌ها، تناقض‌ها، مناقشات و مشاجرات کلامی و گاه فیزیکی به راه افتاده و یکدیگر را به باد انتقاد و تهمت می گیرند. در ابتدا با قهر و آشتی‌های پیاپی آغاز شده و سپس با جدی‌تر شدن اختلافات، مجادلات بین آنان عمق بیشتری یافته و احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند همدیگر را تحمل نمایند و نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که احتمالاً در انتخاب خود اشتباه کردند. تمایل به ارتباط ثانوی. ایجاد شکاف عاطفی و جنسی در روابط همسری خود نقطه آغاز گرایش به پر کردن این شکاف توسط فردی ثالث است. عدم اطلاع از این روند مخرب و برخورد قهری و لجاجت در مقصر شمردن یکدیگر، فرد را هرچه بیشتر به سوی این جهنم سوزان هدایت نموده و نظام خانواده را تهدید می کند. این مرحله یعنی احساس تعارض و مشکل، در واقع مرز و پرتگاه بین نجات و زنپاشی زندگی است که در صورت عدم آگاهی یا تن ندادن به مداخله مشاوره‌ای، افتادن به دام خیانت از تبعات حتمی آن خواهد بود. آغاز روابط پنهانی. دست به دست کردن و امروز و فردا نمودن در اصلاح روابط و یا متشنج نمودن جو روانی جهت مقصر شمردن و متهم نمودن یکدیگر و اقدام غیر تخصصی یا اصرار برای ایجاد تغییر در رفتارها و ساختار شخصیتی طرف مقابل موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد. احساس ناامیدی در عدم اصلاح طرف مقابل سبب می شود که فرد هر روز بیش از پیش در زناشویی خود احساس پشیمانی نموده ولی وضع به حدی آشفته نیست که تصمیم به جدایی بگیرد. بنابراین دنبال مسکن و جایگزینی موقت می گردد که در خفا پاسخگوی کمبودها و خلاهای عاطفی و جنسی او باشد. لذا کوچکترین فرصت و چراغ سبزی از جنس مخالف که وی را تحویل گرفته و به نیازهای او پاسخ دهد و او را از یک نواختی و افسردگی نجات دهد، با عنوان فرشته آسمانی و شوالیه نجات وارد عمل شده و تراژدی آغاز می شود. ترور شخصیتی همسر. فرد خاطی برای اینکه بیشتر در دل محبوب جا بگیرد و رفتار خود را توجیه نماید، به طور اغراق‌آمیز شروع به جلب ترحم، مظلوم نمایی و تخریب شخصیت همسر خود نموده و ایرادات غیر واقعی و ساختگی برای موجه جلوه دادن خیانت به او می تراشد. تحکیم رابطه. همچنان که ذکر شد، در این شرایط معمولاً هیچ رابطه‌ای به قصد دائمی آغاز نمی‌گردد و صرفاً جنبه تفننی، در آمدن از حالت یکنواختی و تسکین افسردگی داشته و پاسخ موقت به نیازهای عاطفی یا جنسی فرد محسوب می‌شود. ولی از آنجایی که در جریان این رابطه هر کدام از طرفین با ماسک روانی شخصیتی وارد شده و خود را انسان کامل و بی‌نقصی جلوه می‌دهند، طرف مقابل چنین فکر میکنه که این همان حلقه گم شده زندگی او بوده و در برآورده نمودن نیازهای عاطفی یکدیگر جانفشانی میکنند. آغاز رابطه جنسی. با تحکیم و عمیق‌تر شدن رابطه و ارضای نیازهای عاطفی، در صورتی که طرفین مخصوصاً زن نتواند خویشتن‌داری لازم را حفظ نماید، با اصرار مرد و اکراه زن دیر یا زود روابط جنسی نیز به جریان افتاده و احساس رضایت از رابطه به اوج خود میرسد. رسیدن به این نقطه در واقع مهر تأییدی برای تداوم رابطه و ناممکن شدن گسیختن آن میگردد. تشدید بی‌تفاوتی عاطفی نسبت به همسر و فرزندان. ارضای روانی عاطفی یا جنسی فرد خاطی در خارج از دایره زناشویی
خود به خود موجب احساس عدم نیاز به همسر و سرد شدن بیشتر روابط آنان شده و سایه شوم بی‌تفاوتی در رابطه حکم فرما می گردد. تمام انرژی و مشغله فکری فرد را حفظ روابط پنهانی یا محبوب گرفته و با اینکه احساس می کند زمام امور را در دست دارد، ولی به نحو محسوسی همه چیز گویای عدم حضور و اشتراک عاطفی وی در خانواده است و این در حالی است که همه چیز به صورت تار عنکبوتی به هم تنیده و دیگر سر و تهی برای پیدا نمودن مقصر پیدا نیست. تخریب محسوس روابط عاطفی جنسی، ایجاد شکاف عاطفی و واکنش‌ها و رفتارهای نادرست طرفین موجب تخریب محسوس روابط زناشویی و به دنبال آن سردمزاجی و کاهش چشمگیر در روابط جنسی مسئله را بیش از پیش بغرنج‌تر نموده و این کلاف سردرگم را هرچه بیشتر در هم تنیده، اختلافات عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شوند و هرچه بیشتر فرد قربانی در اثر فشارهای عصبی سردمزاج‌تر شده و روابط جنسی رو به افول می‌نهد، لذا گرایش فرد خاطی برای ادامه خیانت موجه‌تر جلوه می‌کند. رفتارها و ارتباطات مشکوک. طبیعی است اکنون که برنامه جدید بخش اعظم مشغله فکری فرد خاطی را تشکیل می‌دهد، برنامه‌های قبلی پاسخگوی دو برنامه همزمان داخل و خارج از چارچوب زندگی نبوده و لازم است به نحوی رفتار نماید که هم به خواسته خود و طرف مقابل پاسخ دهد و همین که با راضی نگه داشتن همسر و فرزندان خود مانع خرابتر شدن اوضاع گردد. بنابراین ارتباطات و رفتارهای مشکوک او جو خانواده را بیشتر مسموم نموده و به نحوی سعی در عادی جلوه دادن امور به بهانه درگیری‌های کاری می‌نماید. پنهانکاری، افزایش دروغگویی و فریبکاری. با ظهور شک و تردید در رفتارها، برنامه‌ها و ارتباطات فرد خاطی، حساسیت‌ها و درگیری‌های بیشتری بین زوجین پدیدار شده و فرد خاطی برای عادی و موجه جلوه دادن امور متوسل به انواع واکنش‌های دفاعی از جمله دروغ، فریبکاری، خشونت، تمارض و غیره می‌شود که تا آنجایی که بتواند مانع فاش شدن رابطه گردد. معمولاً حس زنان بسیار دقیق‌تر از مردان بوده و پیشاپیش گواه از وقوع طوفان خیانت می‌دهد که البته استناد به این حس معمولاً موجب دست بالا گرفتن خاطی مبنی بر خیالاتی شدن همسر قربانی و محکوم نمودن او به شک و تردیدهای بی‌مورد می‌گردد. کما اینکه نباید صرفاً روی این احساسات تصمیم گرفت. تعارض در برنامه‌ها. در حالی که رفتارهای دوگانه و نقش بازی کردنها فرد خاطی را به هنرپیشه ماهر تبدیل نموده و مجبور است برای دو نفر نقش‌های متفاوت و تصنعی ایفا نماید، زمانی میرسد که دیگر قدرت کنترل و هماهنگی دروغ‌ها و فریبکاری‌های خود را در برنامه‌ها و دلایل تأخیر از دست داده و وضعیت به گونه‌ای می‌شود که دیگر قادر به تشخیص راست و دروغ نمی‌شوند. بنابراین غفلتی کوچک کافی است که چاشنی افشا و رسوایی زده شود. اینجاست که دیگر شگردهای دفاعی فوق تا مدتی محدود می‌توانند برای در خفا ماندن موضوع کمک کنند. لذا کم کم تعارض در گفتار و برنامه‌ها و تغییر در رفت و آمدها و افزایش رفتارهای مشکوک شرایط را برای انفجار آماده نموده و زمینه برای پیدا شدن سند یا بهانه موجه در رابطه ثانوی آماده می‌گردد. عدم التزام به پاسخگویی. با توجه به ضرب المثل قدیمی دروغگو کم حافظه است، دیگر تناقض‌ها، دروغ‌ها و فریبکاری‌های فرد خاطی اثربخشی خود را از دست می‌دهند. لذا واکنش دفاعی دیگری را به صورت عدم التزام به پاسخگویی در پیش گرفته و هر موقع مورد بازخواست قرار می‌گیرد متوسل به خشونت شده و با پس ندادن جواب و به کار بردن جملاتی تند مانند به تو ربطی ندارد از محلکه خارج می‌شود. مقاومت شدید برای حفظ حریم شخصی. با حاکم شدن جو تردید و واکنش‌های تند و تفره رفتن از پاسخگویی، لازم است که فرد خاطی وسایل و محیط‌های شخصی مانند موبایل خود را از دسترس همسر دور نگاه دارد و اگر هم اقدامی در این زمینه صورت گیرد به شدت حساسیت به خرج داده و به صورت حق به جانب به بهانه حق حفظ حریم شخصی مانع این کار می شود و به انواع مختلف مانند دادن رمز شدیداً از موضع خود دفاع می کند. رفتارهای تهاجمی. هرچه ابهامات بیشتری در رفتارها و برنامه‌های فرد آشکار می شود، رفتارهای تهاجمی و پرخاشگری او نیز بیشتر می شود.
و چون هنوز شاهد یا سند قابل استنادی مبنی بر وجود پای فردی دیگر در زندگی او در دست نیست، در مقابل اعتراضات همسر پیشدستی نموده و با ادعای تمام و با 1001 دلیل او را به اتهام عدم اعتماد، توهم و شکاک بودن در برابر زحمات خود محکوم نموده و با این توجیه که رفتارهای تو باعث دور شدن من از خانه شده است، با رفتاری کاملا زیرکانه و حق به جانب او را به احساس گناه و اظهار ندامت وامی دارد. فاش شدن خیانت. پس از مراحل فوق و مدتی موش و گربه بازی، بالاخره روز موعود فرا رسیده و در جایی دروغ‌ها و فریبکاری‌ها کارایی خود را از دست داده و به نحوی موضوع فاش می‌گردد. حالا دیگر جایی برای گریز وجود ندارد، لذا با سردرگمی و حرکات دیوانه‌وار سعی می‌کند به نحوی قائل را خاموش نماید. انکار و حاشا. با آشکار شدن موضوع تمام تلاش خود را برای آرام ساختن همسر به کار می‌گیرد تا با انکار و آوردن دلیل و توجیهی مبنی بر اینکه اشتباهی در کار بوده یا او باعث و بانی این خیانت شده است، سعی می‌کند اوضاع را آرام نماید، اما از روی سردرگمی کار را خرابتر کرده و نمی‌تواند بر اوضاع مسلط گردد. دلیل تراشی و فرافکنی. حال که طبل رسوایی فرد کوبیده شده، سعی می‌کند جهت آرام کردن نسبی اوضاع با توجیه، دلیل تراشی و فرافکنی به تدریج به قانع کردن همسر و اطرافیان پرداخته و بخشی از بار خیانت را از دوش خود بردارد. اما هرچقدر بیشتر تلاش می‌کند کمتر نتیجه گرفته و از حالت دفاع و تحکم خارج می‌شود. چانه زنی. اکنون که هیچ کدام از روش‌های دفاعی پرخاشگری و فرافکنی کارگر نیفتاده و قربانی تصمیم خود را گرفته است، این بار از موضع ضعف و التماس وارد شده و با تمارض، مظلوم نمایی، اظهار ندامت و پشیمانی در پی چانه زنی و دلجویی برای راضی نمودن همسر جهت بخشش و نادیده گرفتن موضوع می نماید. از جمله: بیا گذشته را فراموش کنیم. دوباره از صفر شروع می کنیم. قول می دهم فردی که تو می خواهی باشم و همه چیز را جبران نمایم. قول می دهم بی توجهی ها، رفتارها، دخل و خرج، رفت و آمدها، ایرادگیری ها، بی مسئولیتی ها، بد اخلاقی ها، اعتیاد همه را کنار می گذارم و هر طور که تو بخواهی همان می شوم. یک زندگی تازه می سازیم. بیا به یک سفر بریم تا همه چیز را پشت سر بگذاریم. از مشاور کمک بگیریم و غیره. در این شرایط جو روانی خانواده بسیار سنگین و متشنج بوده و اغلب با جر و بحث‌های تکراری و طولانی، وعده‌های جبران و لابه و التماس سپری می‌شود و این در صورتی است که اظهار عجز و التماس فرد قربانی را بیشتر به لجاجت و جدایی ترغیب می‌کند. بنابراین باید تا حدودی او را به حال خود گذاشت تا تسکین یافته و تصمیم عاقلانه‌تری بگیرد. رفتارهای جبرانی. اکنون فرد قربانی پس از اظهار پشیمانی، عجز و لابه و توبه، با رفتارهای جبرانی به صورت افراطی سعی در به دست آوردن دل همسر خود دارد، مانند دادن قولهای بزرگ، محبتهای افراطی و خرید هدایای قیمتی. او سعی می‌کند ثابت نماید که این یک اشتباه ناخواسته بوده و هنوز همسرش را دوست دارد و در واقع تلاش می‌کند که احساسات همسرش را بخرد، اما نمی‌داند که زخم‌های حاصل کار خود را کردند. تعارض. اکنون که فرد خاطی در تعارض گازنبوری دل کندن از محبوب از یک طرف با آرام نمودن و به دست آوردن دل همسر خود و ترمیم خرابی‌ها از طرف دیگر دست و پا می‌زند، سعی می‌کند به نحوی از این بحران مرگبار بیرون بیاید و از اینکه نمی‌تواند به راحتی رابطه خود را با محبوب برهم زده و ترمیم خرابی‌های حاصل نیز برایش غیر ممکن می‌نماید، دچار استرس، تعارض، احساس گناه و افسردگی شدیدی می‌گردد. این مرحله سخت‌ترین مرحله برای وی است که برای برون رفت از این حالت ممکن است 3 نوع راهکار در پیش بگیرد. الف، جبران. در این حالت اگر با بخشش نسبی همسر و یا مداخله مشاوری امید به بازسازی زندگی پیدا نماید، سعی می‌کند زندگی خود را نجات داده و در پی جبران گذشته برآید. ب، عصیان. در صورت تداوم رفتارهای هیجانی همسر، دیگر زندگی را غیر ممکن دیده و با لجاجت و پافشاری تصمیم به برهم زدن زندگی و ادامه رابطه خواهد گرفت. جیم، حس افسردگی و طرد شدگی. و حالت سوم این که فرد خاطی در صورتی که واقعاً دارای وجدان اخلاقی و انسانی بوده و خواهان از همپاشی زندگی نباشد، از این که دیگر ارزش و اعتبار خود را در خانواده و جامعه از دست رفته می‌بیند، شدیداً از طرف زن و فرزند، پدر و مادر و اطرافیان احساس گناه و طرد شدگی نموده
و نگاه‌ها، زخم زبان‌ها، فاصله عاطفی و رفتارهای اطرافیان تمام انرژی و خوشی‌های دوران معاشقه را از او پس می‌ستانند، طوری که فرد خود را آشغالی بی‌ارزش حساب می‌کند که دیگر هرگز نخواهد توانست فردی مفید و ارزشمند باشد. بنابراین خوشی‌های گذشته جای خود را به احساس بیهودگی، بیزاری و تنفر از خود می‌دهند که نهایتاً تن به افسردگی و پذیرش تنش‌های موجود برای تحمل زندگی جهنمی در فضای طلاق عاطفی خواهد داد. توجه: مواردی که مطرح شد در مورد یک فرد عادی که دچار خطای تکانشی و بار اول خیانت شده مصداق دارند، ولی در مورد فردی که خیانت‌های مکرر داشته یا به طور عمد و آگاهانه دست به خیانت می‌زند تا همسرش را از زندگی خود براند، ممکن است نه تنها بسیاری از موارد فوق دیده نشوند، بلکه از این کار بسیار راضی و خوشنود نیز میباشد. اکنون که به نحوه واکنش فرد خاطی در خیانت آشنا شدیم، جهت بررسی کامل این پروسه مخرب لازم است که مراحل و نوع واکنش فرد قربانی به موضوع خیانت را نیز بررسی نماییم که به عوامل زیر بستگی دارد: تجربیات و ذهنیات قبلی قربانی، تحریک اطرافیان، ترس از طرد شدگی، میزان اعتماد به نفس، حس مالکیت، میزان وابستگی و نوع شخصیت درونگرا یا برونگرا. مراحل واکنش فرد قربانی نسبت به خیانت. 1. انکار و ناباوری. اولین واکنش فرد قربانی در برابر خیانت طرح سوالهای بی‌پاسخ زیر است: آیا واقعا ممکن است؟ آیا این حق من بود؟ چطور تونسته با من این کارو بکنه؟ آیا من مقصر بوده و قصوری داشتم؟ آیا در صورت جدایی قادر به ادامه زندگی خواهم بود؟ آیا تضمینی برای ترک و عدم تکرار این رفتار وجود دارد؟ و مهمترین سوال برای اکثر زنان قربانی این که مگر من چه چیزی از او کم داشتم؟ در توضیح این مورد، تجربه به ما ثابت کرده است که در اغلب موارد همسر خود فرد خاطی شایسته تر و زیباتر از محبوب یا شخص ثالث بوده و این موضوع برای قربانی بسیار کشنده است و دنبال دلیلی برای این سؤال بی‌پاسخ می‌گردد که به چه علت باید آن زن را بر من ترجیح دهد. من که کم و کاستی برای او نگذاشته بودم. 2. بهت و بیهوشی احساسی. در این مرحله فرد آسیب دیده کاملا خلع صلاح شده و سردرگم می‌گردد و ضمن ناباوری بارها سوالات بالا را از خود به همسرش پرسیده و هر بار بیشتر احساس درماندگی و کلافگی نموده و مات و مبهوت از هر گونه واکنش و تصمیم گیری عاجز میماند. 3. احساس تعارض شدید. بروم یا بمانم. اینجاست که احساس تعارض دوگانه شدیدی مبنی بر رفتن و ماندن یا افشاگری و حفظ آبرو فرد را از وسط دوشقه می کند. از یک طرف می خواهد با تمام قدرت داد زده و سفره دل خود را پیش همه باز کند و به دنیا اعلام کند که چگونه زیر پای نزدیکترین کس خود لگدمال شده. از طرف دیگر می خواهد خاموش و خسته تن به افسردگی و تنهایی داده یا به زندگی خود پایان دهد. اگر بمانم دیگر تا آخر عمر این زندگی جهنمی و نکبتبار را باید تحمل کنم و اگر بروم تحقیرها و شماتت‌های اطرافیان، منت‌های پدر و مادر و سرنوشت موهومی در انتظار من و فرزندانم خواهد بود. همچنین نظرات و راهنمایی‌های ضد و نقیض دیگران که یکی او را به خونسردی و حفظ زندگی دعوت می‌کند و دیگری هیزم‌بیار معرکه شده و به این آتش دامن می‌زند، بیشتر او را آزار می‌دهد. لذا رنج و آسیب روانی این تعارض در کشاکش رفتن و ماندن دست کمی از خود واقع نداشته و تا مدتها نظام بهداشتی او و خانواده را برهم می‌زند. 4. رفتارهای هیجانی و دیوانه‌وار. اینجاست که فرد با برخاستن از مرحله بیهوشی احساس می‌کند آنچه دیده یا شنیده است واقعیت دارد. بنابراین با یک حالت انفجاری و دیوانه‌وار به فاجعه‌ای پیش آمده واکنش نشان می‌دهد که موجب شوک هیجانی شدیدی شده و او را در هم می‌کوبد. شوک حاصل از افشای خیانت برای خانواده، مخصوصا فرد قربانی، آنچنان توفنده و مخرب است که با حالتی جنون‌آمیز یکباره نظام خانواده را برهم می‌ریزد. خشم و عصبانیت تمام وجودش را گداخته و تصمیمات آنی برای نابودی طرف،
خود و خانواده سراپای وجودش را می‌گیرد و چون از انجام آنها عاجز می‌ماند، ترک زندگی و طلاق تنها راهکاری است که به ذهنش خطور می‌کند. تنش حاصل کلیه روابط اعضای خانواده را مختل نموده و علاوه از همسر، فرزندان نیز قربانی زبانهای سرکش این آتش می‌شوند. 5. احساس درماندگی. پس از آن که فرد قربانی خود را به هر دری زده و زندگی خود را برباد رفته می‌بیند، دیگر کنترل خود را نسبت به افکار و اعمال خود از دست داده و احساس درماندگی شدیدی به وی دست می‌دهد، طوری که تمیز دادن واقعیت از خیال برایش غیر ممکن می‌گردد. دیگر نه توان رفتن دارد و نه طاقت ماندن. بنابراین شروع به بررسی 10 موضوعی که آینده خود و فرزندانش را رقم خواهد زد می‌کند. از جمله: سرنوشت موهوم فرزندان، توان تحمل موضوع و نگاه دیگران، ترس از تهدیدها و خشونت‌های فرد خالی، نیازها و وابستگی مالی و نگرانی از آینده نامعلوم، قبول وضع موجود و تن دادن به زندگی نکبتبار، مشکلات و تجربیات تلخ دیگران که پس از جدایی پیش آمده است. اینجاست که مشکل مضاعف دیگری به مشکل قبلی اضافه شده و بهداشت روانی خانواده متزلزل می گردد و همگی مخصوصا فرزندان در برزخی غیر قابل تحمل گرفتار می شوند. سایه شوم جدایی عاطفی هر روز بیش از پیش بر روابط سنگینی کرده و دیگر نه انگیزه‌ای برای ادامه زندگی و نه امیدی برای جبران وجود دارد. 6. از دست دادن ایمان و اعتقاد. فرد قربانی که تا آن زمان به نظم، عدل الهی و صداقت مبنی بر اینکه هرچه بکاری آن را درو می‌کنی باور داشته و بر اساس چنین باورهای صادقانه‌ای زندگی می‌کرده است، اکنون از اینکه چوب صداقت، اعتماد و اعتقادات خود را خورده است، دیوار این ایمان و عدالت و نظام باورهای وی یک بار فرو ریخته و به زمین و زمان بدبین می‌شود و شک و تنفر سراسر وجودش را می‌گیرد و همه چیز و همه کس و خالق و هستی در نظرش بیرحم و ناعادلانه جلوه می کند. 7. از دست دادن هویت. فردی که تاکنون خود را شاداب، گرم، صمیمی، دوست داشتنی، خوددار، جذاب، دارای مقبولیت و عزت نفس می دید، اکنون به یک بار خود را مطرود، زخم خورده، بیکفایت، تحقیر شده، بی‌آبرو، زشت، بدگمان، حالو، خارج از کنترل، خودباخته، انگشت‌نمای جامعه، تهی، مضطرب، رسوا و فریب خورده احساس می کند. در این مرحله است که عشق، ایمان و صداقت جای خود را به بی‌اعتمادی، انزوا، تنهایی، بیقراری، نومیدی، عجز، احساس گناه، تنفر، احساس حقارت و از خود بیگانگی داده. بنابراین شوک عاطفی حاصل منجر به خودانزجاری وحشتناک و کشنده‌ای در وی می‌گردد. گاه این حالت به حدی شدید و کشنده است که فرد به اختلال دیسمورفی یعنی تردید شدید در مورد بدریختی اندامهای خود دچار شده و با انواع اعمال جراحی و رفتارهای جبرانی خود را به هر شکل و رنگی در می‌آورد تا شاید توجه همسرش را از طرف محبوب به خود جلب نماید یا خود را در نظر دیگران خوشبخت جلوه دهد. 7. ترس از تنها رها شدن. یک حالت آزاردهنده برای قربانی، ترس از تنهایی و رها شدن با مشکلات زندگی است. گاه در ذهن خود قید همه چیز را زده و گاه خود را در میان انبوهی از مشکلات تنها و بیکس احساس می کند که او را از تصمیم جدایی باز داشته و احساس عدم امنیت می کند. 8. تصمیم نهایی، یا مرگ یا جدایی. اینجاست که سرنوشت خانواده رقم می‌خورد. حال زمان انتخاب و پاسخ دادن به این سؤال سرنوشت ساز فرا رسیده و اکنون 3 رویکرد متفاوت پیش رو دارد که موضوع بحث فصل بعدی ماست. الف، تصمیم آنی و هیجانی برای جدایی یا انتقام. ب، سوختن و ساختن برای تحمل زندگی جهنمی. جیم، تصمیم عقلایی برای ترمیم و بازسازی مجدد زندگی. یکی از بزرگترین تهدیدهایی که در مواجهه با بحران بی‌وفایی متوجه طرفین رابطه است، مطرح نمودن مسئله توسط قربانی نزد دیگران است که معمولاً هدف از این کار تخلیه هیجانی و کسب راهکار می باشد. از آنجایی که خشم،
استرس و هیجانات منفی سرتاپای قربانی را فرا گرفته، دیوانه‌وار در پی یافتن نزدیکترین فردی می‌گردد که موضوع پیش آمده را مطرح نماید. لذا بازگویی مسئله با تمام هیجانات حاکم موجب تحت تأثیر قرار دادن مخاطب و در نهایت دلسوزی و ارائه راهکارهای احساسی و شعله‌ور نمودن این آتش شده و کار را بیش از پیش خرابتر می‌نماید که در نهایت منجر به برخوردهای احساسی و تصمیمات هیجانی و شتاب زده‌ای می‌شود که راه را برای هر گونه بررسی منطقی قضیه و یافتن علل و راهکارهای لازم مسدود نموده و به راحتی لغزشی که احتمال جبران و ترمیم داشته است را به فاجعه‌ای جبران ناپذیر تبدیل می‌نماید. جنبه خطرناکتر قضیه زمانی است که قربانی موضوع را با فردی غیر همجنس از آشنایان یا همکاران مطرح نموده و این خود آغاز فاجعه‌ای دیگر است که معمولا فرد مورد نظر از آب گلالود ماهی گرفته و مانند حیوانی در کمین از فرصت استفاده کرده و با دامن زدن به قضیه و اینکه همسری که به تو خیانت کرده دیگر به درد تو نمیخورد و باید انتقامت را از او بگیری در او نفوذ کرده و با آغاز رابطه جنبی فاجعه‌ای دیگر رقم خورده و زندگی از هم میپاشد. پس در این حالت بهترین راهکار کمک گرفتن از یک مشاور حرفه‌ای میباشد. پایان حلقه 9. و اینک با ما همراه شوید تا در انتهای این مسیر پرچالش به یک زندگی آرام و دلخواه دست یابید و اگر در همراهی با ما حس خوبی پیدا کردید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و با لایک و کامنت خود ما را با افراد دردمند دیگر به اشتراک بگذارید تا شما هم در مسیر نجات افراد زخم خورده و خانواده‌های قربانی سهمی داشته باشید. خرد یارتان باد.